درود بینندگان عزیز و با برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. امروز 27 مارس است و در 15 دقیقه بعدی این موضوع را بررسی خواهیم کرد. کی بودن جسد را معین کردند و ظاهراً فردی گمانبر در کشتار نیز دستگیر شده است. آمدن با هم رهایی کردن کفن ایسر دیدن که زدگی همش معیبه. بعد رفتن اون بچه را قپیدن. آوردن اون بچه پکزن تو دیگه که نزده میشه. پا در زنجیر صدها مهاجران بازداشت شده در مرکزهای موقتی روسیه به کنج فراموشی افتادند. و در هندوستان آنهایی را که طلبات کرانتین را نادیده میگیرند با مشت و لغت و کلتک تربیت میکنند. امروز 25 عضو مجلس ملی پالاتای بالایی پارلمان انتخاب شده. یکی از آنها رستم امامعلی شهرداری دوشنبه است. مقامات گفتند در آوازدهی امروز 217 وکیل از دوشنبه به جانبداری از پسر کلانی پرزیدنت تاجیکستان آواز دادند. به جز وی 4 نفر دیگر از نواحی پایتخت عضو مجلس ملی انتخاب شدند. به تخمین بسیاری از سیاستشناسان و تحلیلگران تاجیک ممکن است رستم امامعلی در آینده نزدیک ریاست مجلس ملی را به عهده بگیرد و به نفر دوم در کشور تبدیل یابد. رستم امامعلی از سال 2017 وکیل مجلس دوشنبه است. از یک منصب به منصب بلندتر تعیین شدن این پسر امامعلی رحمان انتقادهای را به بار آورده است که تا کجا تعیینات مذکور و پیشبری دیگر فرزندان پرزیدنت به منصبها عمل بر پایه شایسته سالاری است. نزدیکان یک ساکن 27 ساله دوشنبه که چند روز پیش عکس جسدش در شبکه‌های اجتماعی میچرخید از مقامات انتظامی مجازات عامل مرگ او را طلب دارند. جسد دلاورشو شومیروف را در کوچه پیدا کرده بودند. بعد این ریاست کارهای داخلی دوشنبه اعلام نمود که جوان بر اثر بیماری هلاک شده است. هرچند به گفته نزدیکان در سر و روی جسد آثار لط و کوب بر علا به چشم میخورد. تشخیص دوباره معلوم کرد که مرگ دلاورشو مجبوری است. زرنگیز نوروشو و براد یوسفی در این باره میگویند. یک جوان ساکن ناحیه رودکی در رابطه با مرگ دلاورشو شومیروف گمانبر و بازداشت شده است. عکس جسد دلاورشو ساکن 27 ساله دوشنبه 5 روز پیش در شبکه‌های اجتماعی چرخ میزد تا شناسایی شود. برو واردمورم هوشیم رفت. بالا میدونم دیگه چی گپن چی خبره. با گفت که روز بچه گفت که بره ای خوندم کورس قرابالو ورچوی هم اکسپرت چیزوش هم باشه اونجا ده. قبلا در پی تشخیص طبی سودی به نزدیکانش مرگ دلاورشو شومیروف را بر اثر سکته مغزی شرح دادند. پیوندانش میگویند در بدن فرزند مرحومشان آثار لط و کوب را آشکار و درخواست تشخیصی تکراری کردند. و وقتی شستن خون شسته بودیم شه دیدم که پرای سرش درآمدگی بالای سرش گوش شکستگی. ما اومدیم اکسپرتیز فایرال کردیم. اومدن دیدن که تاچ نزدگی دیدم کرده. اومدن با هم رهایی کردن کفن ایسر دیدن که زدگی همش معیبه. بعد رفتن اون بچه را قپیدن. آوردن اون بچه پکزن تو دیگه که مزده میشه. مقامات ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه بازداشت یک جوان در مرگ دلاورشو را تصدیق کرد. به گفته مقامات این جوان همراه با دلاورشو در یک نقطه ماشینشویی یکجا کار میکرد و در پرسش‌های اولی اقرار کرده است که در پی یک بحث سر شستن ماشین با جوان مرحوم مناقشه داشت. نزدیکان جسد دلاورشو را پس از 2 روز جستجو توسط یک اعلان در شبکه‌های اجتماعی پیدا کردند. جسد دلاورشو شومیروف را تقریبا ساعت‌های 11 شب 22 مارس یکی از ساکنان کوچه نظرشو واقع در نزدیکی کارخانه نساجی و تکستیل در همین جا پیدا کردند و شاهدان میگویند همان زمان به یاری تعجیلی زنگ زدند و جسد را به سردخانه انتقال دادند. دلاورشوی مرحوم 2 ماه اخیر در یک نقطه شستشوی ماشین ها کار میکرد. همکارانش میگویند روز سر زدن حادثه بین او و همکاری گمانبرشان در جای کار هیچ مناقشه مشاهده نکردند. قطیمون یک ماه یا 2 ماه کار میکرد. بچه خوب بود. قطعی اون کارجان کلگی نبود. یگون کم بودی هم نداشت. هر دوشان بچه خوب بود. اگر ای دهانی اگه کس دیگه میشنویدم که اگر خیلی جنگ شدگی من باور نمیکردم نمیدونم.
نزدیکان دلاورشوی مرحوم میخواهند قضیه فرزندشان موشکافانه و واقع بینانه تفتیش شود و اگر کسی در مرگ او گناهکار است بر اساس قانون مجازات شود. آنها باور ندارند که این کار با دست یک نفر انجام شده باشد. مرا چی دکتر با جو کردم مرا چی نگفتن که دل شایدم سنیا که دست دیدم گوچه کفیدگیری زدگیری دیدن قویل نشیدن. التماس میکنم پریزیدنم کارا جدی بینن. امروز بچه مرا کردن پگه بچه دیگر میکنن. متخصصان مرکز جمهوریوی تشخیص طبی میگویند در تشخیص اولی مرگ او نشانه‌های اینسولت یا سکته مغزی را داشت، اما سنجش‌های بعدی معلوم کرد که او ضرب خورده است. ولی به تاکید این متخصصان هنوز خلاصه نهایی طبی سودی مرگ دلاورشو اعلان نشده است. در رابطه با این قضیه حالا پرونده جنایی باز شده تحقیق ادامه دارد. رو می‌آوریم به موضوع دیگر. شروع از امروز به خاطر جلوگیری از توسعه بیماری کووید 19 پروازهای نقشه‌ای و غیر نقشه‌ای از روسیه به خارج منع شد. حامیان حقوق در روسیه از مهاجران خواستند که بیهوده به فرودگاه نروند، زیرا با رفتن به فرودگاه خطر گرفتاری این مهاجران به کرونا امکان پذیر است. در همین حال همکاری ما از تلویزیون نستایش وریمیا ارسلان مدرسов درباره مهاجران نقل می‌کند که در بازداشتگاه موقتی به حال خود گذاشته شدند. گزارش را محمد وفا رحمتزاده تقدیم می‌کند. حامیان حقوق و پیوندان مهاجران در روسیه از آن بانگ اضطراب می‌زنند که صدها نفر در بازداشتگاه‌های موقتی بند مانده اند. مرزهای بسته انتقال آنها را به کشورهایشان غیر امکان کرده است. عملاً برای یک قانون ویرانکنی مأموری این مهاجران مجبورند به مدت نامعین در بازداشتگاه بمانند. خواهر فیروز 1 ماه می شود در بازداشتگاه موقتی است. او میگوید آنها از قبل کوشش کردند برایش بلیط برگشت را بخرند ولی مانعه های بیوروکراتی اجازت ندادند. حالا بنابر منع پروازها اخراج این مهاجر زن به وطن ناممکن شده است. پیوندان از وضع صحتی او نگرانند، زیرا معلوم نیست مرزها تا کی بسته میمانند. نگه داشتن آنها در بازداشتگاه تا این مدت هیچ معنا نداشت. ما برایش بلیط می خریدیم و او به وطن برمیگشت. او کودکان خردسال خود را به پدر و مادر گذاشته بود. آنها خیلی نگرانند. حامیان حقوق میگویند حالا صدها مهاجر عین همین وضعیت را دارند. چند پیش کوشش فرستادن گروه از آنها به وطن به نتیجه انجام یافت، زیرا هواپیما را تشکیل نکردند. آدمان مجبورند که حداقل تا 1 می منتظر باشند که کی карантин به پایان میرسد. مرزها باز می شود و هواپیما پرواز می کنند. کارمندان بازداشتگاه‌های موقتی نیز دقیقاً نمی‌دانند که کی و چگونه سرنوشت بازداشت شده ها حل خواهد شد. این مهاجران حالا در بنبست قرار گرفتند. از یک سو آنها حق دارند که هر چه زودتر از روسیه به وطن انتقال داده شوند، ولی از طرف دیگر این غیر امکان است و باور تحلیلگران بجز از حامیان حقوق و نزدیکان در گمان است که به این زودی ها سرنوشت این مهاجران بازداشت شده کسی را به تشویش گذارد. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید و حالا می رویم به هندوستان که در آنجا شماره گرفتاران بیماری کووید 19 صدها نفر را تشکیل میدهد. کارمندان پلیس در این کشور آنهایی را که طلبات کارانتینی را رعایت نمیکنند به مثل جنایتکاران برخورد می نمایند. بعضا برای تربیت کلتک هم استفاده می شود. اسکندر خواجه میرزاده تفصیلات میدهد. پلیس هندوستان کلتک در دست از سرایت کرونا جلوگیری می کند. سروزیر هندوستان نریندرا مودی با مقصد متوقف نمودن توسعه کرونا ویروس که انگیزه بیماری کووید 19 می باشد، سر از 24 مارس به مدت 3 هفته در هندوستان تعطیل جاری نموده است. مقامات حفظ حقوق و ترتیبات در سراسر کشور پاسگاه ها بنیاد نموده با استثنای افراد مشغول با کارهای نیاز اولیه بر رفت و آمد مردم راه نمی دهد.
افسران با واسطه کلتک و مشت و لغت افراد نادیده گیرنده کرانتین را به اصطلاح تربیه می کنند. تا آغاز تعطیل در هندوستان 562 حادثه گرفتاری با کووید 19 تصدیق شده، کمش 11 نفر از این بیماری به هلاکت رسیده بود. سروزیر مودی و کارشناسان ساحه بهداشت هشدار می‌دهند که اگر در هندوستان چراه‌های شدید جلوگیری از پاندمی کووید 19 اندیشیده نشود، وضع در اینجا مثل چین، ایتالیا و اسپانیا خواهد شد. طبق آمار سال 2013 هم در هندوستان بیش از 1 میلیارد و 358 میلیون نفر اقامت دارند. در هندوستان موج اول سرایت کرونا به دهلی نو، ممبئی و دیگر شهرهای بزرگ راست آمد. حالا شهادت زیاد است که بیماری کووید 19 در شهرهای خرد نیز ظهور نموده است. در نوارهایی که خبرگزاری ریترز نشر کرده است، در بعضی پاسگاه‌ها خلافکاران را به مثل نوعسکران در ارتش شوروی سابق به تربیه جسمانی و ورزش مجبور می‌کنند. در جایهای جمعیتی و فروشگاه‌های شهرهای بزرگ مقامداران هندی نظارت می‌کنند که مشتریان از هم مسافه گرفته قبل از ورود به بیناها تقاضاهای سانیتری را اجرا کنند. بر علاوه روز 26 مارس حکومت هندوستان اعلان کرد که برای دستگیری اقتصاد این کشور و یاری به 800 میلیون مردم کم بضاعت به مبلغی برابر با 23 میلیارد دلار کمک می‌رساند. برمیگردیم به تاجیکستان. در ولایت ختلان در پس منظر بیماری کرونا خونسپاری کاهش نیافته است. مسئولین تندرستی میگویند در جنوب کشور برعکس اختیاراً برای دیگران سپاریدن خون زیاد شده است. دونورهای سابقه‌دار را برای این خدمتشان قدردانی میکنند، ولی بعضی آنها تنها به آن خاطر میآیند که خونشان برای یک نفر حتما ضرور می شود. گزارش ارزوی کریم را زرنگیزی نوروشام تقدیم میکند. برای این مردم خونسپاری عادت شده است. آنها این کار را نه برای مبلغ بلکه برای کمک به نفرانی که به خون احتیاج دارند میکنند. گاه‌ها طبیبان به دونورهای سابقه‌دار جایزه و عنوان میدهند. سید ولی وطنوف 50 سال دارد و همچون خونسپارنده افتخاری نام برآورده است. هر سال نه کم از 6 بار اومده خون میسپریم یا پلازما میسپریم. ما حراس نداریم، چونکه تغذیه سالم را پیش میبریم و کوشش میکنیم که حیات یک شخص دیگر را نجات دهیم. سفرما غیوروا هم برای خونسپاری به اینجا زیاد می آید. او برای صحتیش این کار را می کند. می گوید اکثرا وقت دردی سرش پیدا می شود به خونسپاری می آید. برای سلامتی ما خون میسپریم. نسپریم ما سرم درد میکنم. میخواهیم که بریم همین خیرات کنیم و خون میسپریم. چند سالش خون میسپریم؟ چند سالش. مسئولین مرکز علمی جمهوریوی خون در شهر باختر میگویند که شمار خونسپارندگان نسبت سال گذشته بیشتر شده است. در 2 ماه اخیر 60 نفر اختیاری خون سپردند. با گفته مسئولین این مرکز، آوازه‌های اخیر و خبرهای رسانه‌ها درباره کرونا ویروس مشتریان آنها را کاهش نداده است. با این وجود به ساکنان برای احتیاط چنین مشورت میدهند. لیکن ما با طرز خود چیزی که در اونها نیمون میگن ما باید مردم آگاهی کنیم که هیگین شخصی رو حتما رعایت کنند. با نفرانی که مثلا پیران سال هستند و نفرانی که با بیماری‌ها بسیار گرفتار میشن، بیماری‌های شدیدی رو نفس مراجعت کنیم که مثلا در خانه‌های خود نشینن با بیمارانی مثلا چیزی در پیش قید کردن حرارت بلند داشته، عطسه زده، سوخته زده در علاقه نباشند. در ولایت ختلان حدود 2200 نفر خونسپارنده دائمی است. برخی برای دریافت مبلغ این کار را انجام می‌دهند و قسم دیگر هم برای برقرار کردن سلامتی و هم کمک به احتیاجمندان. اینجا برنامه اخبار امروز را به پایان می‌رسانیم. تا ملاقات بعدی در هفته نو، بینندگان عزیز شما می‌توانید شبانه روز خبرهای تازه را از وبسایت رادیو آزادی بخونید. اگر می‌خواهید گزارش‌های روز و جالب را تماشا کنید، پس به آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب بروید. برایتان عزیزان در 2 روز آینده استراحتی با فراغت می‌خواهیم و تا برنامه نوبتی در هفته نو، خدا نگهدارتان باشد.